مبارزه برده ایستادند و ما با رقابت مهرزاد صوفیف با نماینده کشور برزیلیا میشل آگوستو توجه میکنیم. جایی که ورزشکاری ما برای امکانیت پیدا کردن جهت مبارزه بردن برای به دست آوردن نشانی برنجی سبقت کرده ایستاده است و کوشش از جانب مهرزاد. باز هم یک حرکت را میشل آگوستو اینجا میخواست که انجام دهد. از نو باز حرکت ها را ادامه میدهند. غالب این جفت برای به دست آوردن نشانی برنجی با تایکی ناکامورای ژاپنی آزمایی خواهند کرد و امید میبندیم که اون چهره محض مهرزاد صوفیف باشد و حرکت هم از جانب مهرزاد امتیازی وزاری میگیرد و پیش صف میشود ورزشکار ما و او را میباید که این پیش صفی را ادامه دهد تا انجام وقت. بسیار حرکت عالی دوشک پرتافتی خوبی را از جانب صوفیف مشاهده کردیم. اکنون این معلوم است که میشل آگوستو فشاروری را بیشتر میکند. حرکت ها از جانب او زیاد میشود ولی با هنر و استعداد صوفیف ما باوری داریم که این برتری را تا انجام وقت نگاه میدارد و غالبیت را هم به دست میارد. کوشش های ادامه دارد. حرکت ها از جانب آگوستو. این نوبت باز هم صوفیف تلاش اجرا کردن همان اصول را داشت که امتیاز گرفت. حرکت های ادامه دارد. باز هم در حالت کار در زمین. کوشش ها از جانب صوفیف. حالتی از کامی رو هم خیلی نزدیک است که پیدا کند. تنها در این حالت باید پای خود را بیرون کند و بعداً تلاش نماید. مهرزاد صوفیف سالهای زیاد زیر راهنمایی مربی رزق‌الدین رجبوف تمرین میکند. در چمپیونات تاجیکستان هم چون در بالا قید کردیم که در ماه دکبر سال 2025 بسیار هنرنمای ارزنده نشان داد. مقام اول را کسب کرد. کوشش از جانب جداکاری برزیلی و مهرزاد هم بسیار قوی است و حرکت دیگر باره را انجام میدهد. یوکو با گذاری کردند. با یک یوکو و یک وزاری قدم به قدم مهرزاد صوفیف برای غالبیت را به قید گرفتن نزدیک می شود. یوکو را باز پاس گرفتند. یوکویی که برای مهرزاد نشان داده بودند هیچ باکی نیست. با وزری پیش صفی را در اختیار دارد. تنها به انجام رسیدن وقت لازم است اینجا که ورزشکاری ما غالبیت را به دست بیارد. حالت کار در زمین. همین گونه باید کوشش های ادامه یابد از جانب صوفیف. و همینطور وقت به انجام رسد و مهرزاد صوفیف با غالبیت نوبتیش در گراند اسلم تاشکند امکانیت پیدا میکند تا که برای به دست آوردن نشانی برنجی مبارزه برد.
барои меҳрзод акнун дар рақобат барои ба даст овардани нишони биринҷӣ бо рақибаш аз кишвари ҷопон Таики Накамура муваффақият ва бурдбориро таманно дорем. умед мебандем ки метавонад ба мисли ана ҳамин ҳунарнамояш дар муқобили Накамураи ҷопониам чунин маҳорат ва истеъдоди худро нишон бидиҳад. Number 3, the winner of the semi-final in Blue Judogi, representing Japan, 2 times Olympic champion.